دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تهران طی بیانیه اعتراض خود را نسبت به افزایش بازداشت فعالین مدنی و سیاسی آذربایجانی و صدور احکام سنگین زندان، تبعید، شکنجه، محرومیت از تحصیل و اخراج از مشاغل دولتی ابراز داشتند. وحید قره‌باغلو، سخنگوی انجمن زندانیان سیاسی آذربایجانی از ترکیه، در گفتگویی با فریده رهبر در پاسخ به این پرسش که علل افزایش بازداشت فعالین مدنی و سیاسی آذربایجانی چیست، چنین پاسخ داده است. در سالهای گذشته به دنبال جدی شدن مطالبات آذربایجانی ها، روند برخوردها و اعمال فشار بر فعالین مدنی و مدافعان هویت آذربایجانی سیر سودی یافته است. یعنی حاکمیت و مقامات ایرانی به کسانی که در پی ترویج هویت فرهنگی آذربایجان هستند به دیده سوءظن می‌نگرد و آنان را توقیف، شکنجه و محکوم به حبس می‌کند. از این رو در طی روزهای گذشته گروهی از دانشجویان ترک دانشگاه تهران ضمن اعتراض به برخورد با فعالین مدنی آذربایجان و ابراز نگرانی از وضعیت موجود، خواهان دفع تبعیض‌های فرهنگی و اقتصادی و اجرای اصول 15 و 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر حق تحصیل به زبان مادری در مدارس و برابری اقوام و ملل ساکن ایران را شدند. چه تعداد زندانی آذری ما داریم در زندان‌ها؟ در حال حاضر بیش از 10 فعال آذربایجان در زندان هستند که آمار ما نزدیک به 20 نفره، اما همه این آمار نشان دهنده تمام دستگیر شده ها نیست، چون که اخبار بعضا دیر میاد یا به خاطر فشارهای موجود لیست کامل نیست که هزاران نفر فعال آذربایجانی هستند که به قید وثیقه الان بیرون هستند و یا حکم تعلیقی دادن یا در انتظار محاکمه هستند. به چه اتهامی اینها رو دستگیر میکنن؟ اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، ترویج پانتورکیسم و تجزیه طلبی اتهامایی از رایجی است که به فعالین آذربایجان زده میشه، اما آذربایجانی ها اتهامات وارد را همیشه رد میکنن و آنها ابراز می‌دارند که خواسته های ما شفاف است و هر گونه ترویج ایدئولوژی، هر گونه ترویج قوم‌گرایی محسوب نمی‌شود. یعنی در واقع خواسته اصلیشون اینه که بتونن به زبان خودشون تحصیل کنن؟ خواسته اصلی تحصیل به زبان مادری، البته در تحصیل به زبان مادری خلاصه نمیشه. آنها خواستار رفع تبعیض‌های اقتصادی هستند که معتقدند در قبال مناطق فارس نشین در مقایسه با آذربایجان اعمال میشه از طرف دولت مرکزی و تهران. شما میشه از تبعیض‌های اقتصادی که قائل میشه یک مثال بیارین؟ به عنوان شاخص در پایین بودن سرمایه‌گذاری‌های دولتی در آذربایجان میتوان به 8 سال دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی اشاره کرد که حجم سرمایه‌گذاری بخش دولتی در معادن استان کرمان 300 برابر حجم سرمایه‌گذاری دولتی در همین بخش برای 4 استان آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان بوده است. و یا پروژه راهن میان اردبیل 15 سال است که مطرح شده اما هنوز به نتیجه نرسیده و مسئولان استان اردبیل از اختصاص بودجه تنها 1 میلیارد تومانی به این ترتیب در سال جاری دادن، اما دولت 300 میلیارد تومان بودجه به پروژه خط راهن اصفهان شیراز اختصاص داده و خبر میدهند این پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.